سکوت کردن و خاموش نشستن بهتر از کلامی است که در قیامت از آن پرسیده می شوی. یعنی کلامی که در آن غیبت و دروغ، تحقیر و اهانت، دشنام فحش و گواهی بر دروغ و دیگر گناهان باشد، البته از آن پرسیده می شوید و مورد محاسبه قرار می گیرید. این رو یقین بدانید. در روایت بخاری آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی به خدا و به روز حساب و جزا باوری داشته باشد باید سخن نیک بگوید یا خاموش بنشیند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث برای آن روز جزا و حساب را یادرس کردند که از هر یک سخنی که میگوییم یا مینویسیم البته پرسیده میشویم. اگر نصیحت کردن نمیتوانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی به کار خوب راهنمایی کند برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.